حدس بازیکن از روی نقاشی. آماده ای؟ شروع. این نقاشی کدوم بازیکنه؟ رونالدینیو. این یکی چی؟ محمد صلاح. اینو میتونی بگی؟ سوارز. راستی قبل از این که بریم سراغ بعدی ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنی و اگه از اکسپلور میبینی حتما پیجم رو فالو کن. این نقاشی کدوم بازیکنه؟ هالند. وارد سطح سخت میشیم. از اینجا به بعد کار هر کسی نیست. اینو بگو. زلاتان. این یکی رو هیچ کی نمیتونه بگه. هری کین. اینو مطمئنم هیچ کسی نمیگه.